بچه‌ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم تو این ویدیو شبکه هادی قلب رو یه دور از متن کتاب و یه دور هم از شکل کتاب با هم دیگه بررسی کنیم. اول بریم سراغ متن‌خوانیمون. میگه که بعضی یافته‌های ماهیچه قلب ویژگی‌هایی دارند که آنها را برای تحریک خود به خودی قلب اختصاصی کرده است. که حالا پراکندگی این یافته‌ها به صورت شبکه‌ای از رشته‌ها و گره‌ها در بین سایر یافته‌هاست که به مجموعه آنها شبکه هادی قلب میگویند. این جمله یعنی چی؟ اگر ما بیایم شکل کتاب درسی رو که ناحیه سبزرنگش مربوط به شبکه هادی قلب نگاه کنیم، میبینیم که این شبکه از 2 تا گره و از رشته‌هایی تشکیل شده که حالا در ادامه ما اینا رو بررسی خواهیم کرد. میگه که یافته‌های این شبکه با دیگر یافته‌های ماهیچه قلب در ارتباطند. یعنی چی؟ یعنی اینکه این شبکه برای اینکه بتونه کار خودش رو به درستی انجام بده باید با یافته‌های دیگر ماهیچه قلب ما در ارتباط باشه. حالا تو این شبکه پیام‌های الکتریکی برای شروع انقباض ماهیچه قلبی ایجاد میشن و به سرعت در همه قلب گسترش میدن. یعنی اینکه این شبکه میاد یه سری پیام‌های الکتریکی رو برای شروع انقباض ماهیچه‌های قلبی ایجاد میکنه و به سرعت اون پیام‌ها رو در همه قلب ما گسترش میده. حالا این شبکه هادی که ما گفتیم 2 تا گره داره و دسته تارهایی داره، ما میخوایم ببینیم که این گره ها و این دسته تارها کجای قلب ما قرار دارن و حالا وظیفه‌شون چیه. خب شبکه هادی قلب ما 2 تا گره داشت و حالا دسته تارهایی تخصص یافته برای ایجاد و هدایت سریع جریان الکتریکی که حالا ایجاد شده بود. که گره اول یا همون گره سینوسی دهلیزی، این گره در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاه رگ زبرین قرار داره که اگه ما بیایم تو این شکل هم نگاه کنیم، من اینا رو پاک کنم، میبینیم که گره سینوسی دهلیزی در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاه رگ زبرین قرار داره که حالا شروع کننده پیام های الکتریکیه. به همین دلیل به اون میگن گره پیش آهنگ یا ضربان ساز. پس یه دور دیگه با هم دیگه گره سینوسی دهلیزی رو مرور کنیم. این گره در دیواره پشتی دهلیز راست قرار داشت، در زیر منفذ بزرگ سیاه رگ زبرین جاش بود و این گره بزرگتر بود و شروع کننده پیام های الکتریکی توی قلب ما بود. به همین دلیل به این گره میگن گره پیش آهنگ یا ضربان ساز. حالا گره دوم یا گره دهلیزی بطنی کجا قرار داره؟ این گره در دیواره پشتی دهلیز راست و در عقب دریچه سلختی است. ما اگر بیایم شکل کتاب رو نگاه کنیم میبینیم که من یکم اینو از زوم در بیارم، میبینیم که این گره دهلیزی بطنی در دیواره پشتی دهلیز راست و در عقب دریچه سلختی، اگر ما دریچه سلختی رو اینجا در نظر بگیریم، این گره در عقب این دریچه قرار داره که حالا بین این 2 تا گره هم از طریق رشته های شبکه هادی ارتباطشون انجام میشه که جریان الکتریکی ایجاد شده در گره پیشاهنگ یا همون ضربان ساز یا گره سینوسی دهلیزی را به گره دوم منتقل میکنه. حالا پس از گره دهلیزی بطنی رشته های از بافت هادی که در دیواره بین 2 تا وتر وجود داره به 2 تا مسیر چپ و راست
تقسیم میشن که اگه ما دوباره بیایم این شکل رو نگاه کنیم میبینیم که وقتی که پیام الکتریکی از گره دهلیزی بطنی خارج میشه میاد در ابتدای دیواره بطن‌ها اینجا به دو تا دسته، به دو تا رشته تقسیم میشن که جریان الکتریکی را در دیواره بطن‌ها میان پخش میکنن. حالا در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ پیام الکتریکی به یافته‌های ماهیچه قلبی منتقل میشه و بطن‌ها را به طور همزمان منقبض میکنه. پس ما باید به کلمه همزمان توی این متن، توی این جمله دقت داشته باشیم. بریم شکل کتابو با هم دیگه بررسی کنیم. ما اول میخوایم یه دور ترتیب انتشار تحریک رو با هم دیگه مرور کنیم که تو متن کتاب درسی با هم دیگه بررسیش کردیم. خب پیام الکتریکی که توی گره پیش آهنگ ایجاد شد از طریق حالا دست تارهایی به دیواره دهلیزها میره که ما در اینجا مشاهده خواهیم کرد که اینجا انقباض دهلیزها آغاز میشه و بعد از اون میره به سمت گره دهلیزی بطنی که دیگه انقباض دهلیزها انجام شده و پس از اینکه از گره دهلیزی بطنی خارج شد میاد در ابتدای دیواره بین بطنی به دو شاخه چپ و راست تقسیم میشه که حالا بعدش میره نوک بطن که وقتی اومد نوک بطن انقباض بطن‌ها شروع میشه و حالا میره در دیواره جانبی بطن‌ها و بافت گرهی بطن‌ها رو به وجود میاره و انقباض بطن‌ها صورت میگیره. حالا اینو بررسی کردیم، میخوایم بریم چند تا نکته خیلی باحال دیگر رو بررسی کنیم. اونا چی هن؟ ما گفتیم که گره دهلیزی بطنی کجا قرار داشت؟ در دیواره پشتی دهلیز راست و در عقب دریچه سلختی. درسته؟ این گره به دریچه سینی ششی نزدیکتر از سینی آورتیه. این گره 4 تا دسته تار داره حالا که بهش متصلن که 3 تاشون ورودی هن. آقا 3 تا ورودی ها کدومن؟ 3 تا ورودی ها اینن 1 2 3. دقت کنید این 3 تایی که ورودی هن اندازه هاشون هم مختلفه و یه دونه دسته تارش هم خروجیه. خب اینو بررسی کردیم. حالا ما که صحبت از ورودی و خروجی کردیم میبینیم که گره سینوسی دهلیزی هم 4 تا دسته تار بهش متصله ولی هر 4 تاش خروجی هن و هیچ دسته تار ورودی رشته ورودی نداره. اینو از کجا میگیم؟ 1 2 3 4. این هم 4 تا خروجی. حالا نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی ما اینه که محل دو شاخه شدن بافت گرهی بین بطنی کجاست؟ اینو چند بار بهش اشاره کردیم. در ابتدای دیواره بین بطنی که میاد حالا
دو شاخه میشه که میاد به سمت نوک بعد و حالا از اونجا به دو سمت چپ و راست میره. حالا نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی ما اینه که بافت گرهی بطن چپ تعدادش بیشتره از بطن راست. چرا؟ چون دیواره بطن چپ ما ضخیم‌تر از دیواره بطن راست ما بود. و یه نکته دیگه هم اینه که در نوک قلب ما هم انشعاباتی از این رشته های بین گرهی دیده میشه و فقط منحصر به دیواره جانبی دوتا بطن ها نیست. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.